شب اول با کاندوم زدی یا بی کاندوم کاکا رحیم؟ چی یک سوالی بی کاندوم دیگر مزه ای داره. کباب یا $100؟ هیچ کدام. من سمبوسه میخوام سمبوسه تو رو بخورم. اگه یه سوراخ تا این لباس باشه اینو پس میدم. شما یه سوراخ نشون بدید منم مجانی تحویلتون میدم. درست است. حاج آقا تو این سن چه آرزویی داری؟ کنار تو بخوابم. وای حاج آقا. سلام حاجی، من یا 2 میلیارد؟ 2 میلیارد. چرا؟ با این پول 100 تا مثل تو رو میتونم داشته باشم. اوه. خاله دیسکو آدم ده تشناب چی میکنه؟ ژورنالیست جان راست بگویم جرق میزنه. کاکا کیلر چی قسم میتی؟ دختر چی قسم تو میتنی؟ از پیش یا از پشت؟ خاک به سرت کاکا. سلام پدر. هوا گرمه، چطور با این گرما کنار میایید؟ خب ما عادت کردیم. شما ببخشید اگر از شما خواستگاری کنم قبول میکنین؟ نه ما فقط پسرای خارجی پولدار میگیریم. موز یا کیوی؟ دست گذاشتی رو نقطه ضعفم، راستش از موز تا کیوی. اوف. شما چطوری انقدر پولدار شدید؟ من باسنم رو میفروشم. همین رو میخواستی بشنوی؟ خبر بعدی مغز شما رو درگیر خواهد کرد. پیاده روی برات خطرناکه. برو عمو. آره تو گاییدم. کاکا رحیم چند دانه اولاد داریله؟ شکر 8 دانه گگ است، 4 دانش اتومات، 4 دانش دیگش دنده. برای چقدر حاضری عکس پاهاتو بفروشی؟ 10 میلیون. داره. نه 20 میلیون تومان. نظرتون راجع به دولت چیه؟ دولت ما رو گاییده. کاکا جان ما میخوایم از دخترتان خواستگاری کنم. تو چی گفتی؟ ای پدر نلد. خلام سخی فرار کو. که اگر شوهرت یک روز خیانت کنه چی عکس العمل نشان میدی؟ اول موبایلش میگیرم میشکنم باز خداحافظی میکنم. من هیچ وقت زن نمیگیرم. تو اول درسای تا بخو باز زن بگیر. به نظرت عشق به پیشرفت کمک میکنه یا مانعش میشه؟ عشق درست آدمو میسازه، عشق اشتباه آدمو میسوزونه. اگه شوهرت یه روزی خیانت بکنه چیکار میکنی؟ میرم، چون من برای یک قلب هستم نه برای دروغ. عشق بهتر است یا دانش؟ عشق بدون دانش کور است. اگر کتاب‌های زیاده بخوانم آیا عشق را نیز پیدا خواهم کرد؟ اگر دلت با کتاب باشد دل مردم با تو خواهد بود. اگه یه پسر باهوش باشه ولی هیچی نداشته باشه؟ اگه باهوش باشه یه روزی همه چی رو خواهد داشت. اگر پسری پول نداشته باشد اما بتواند دلتو بلرزاند قبولش میکنی؟ اگر دلم بلرزد دیگر پول مهم